إمام المرسلين سيد بني آدم لواء نعم حامل لواء الحمد يوم القيامة نعم وحموني كي الله سبحانه وتعالى وفكي نعم لقد جاءكم رسول من أنفسكم نعم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني بحرص رأفته رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بهمین وصفات خیلی که الله سبحانه و تعالی وصف کرد یعنی این چی بوده است یعنی ما بنکنو حتی گفتیم که یعنی چی ذکر رسول صلی الله علیه و سلم تمام کتاب خونده تمام کتاب ها حتی یعنی نبی از انبیا هر یک نبی و هر یک رسولی که می اومد یعنی چی الله سبحانه و تعالی با میثاق و عهد گرفته بود که یعنی چی قومش و امتش و چی رسول صلی الله علیه و سلم بیان میکنند اگر رسول صلی الله علیه و سلم اومده مونه چی یعنی چی میکنه دنه وای با ایمان آورده چی میتید نصرت میتید الله تعالی وای ها چی عهد و پیمان گرفته بود و ذکر رسول صلی الله علیه و سلم تورات انده انجیل انده اومد یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی گفتیم یعنی دعای پدرش ابراهیم علیه السلام بشارت برادرش عیسی علیه السلام و بنبی و بنبی یأتی من بعد اسمه احمد بشارت عیسی علیه السلام نعم و ذکرش تورات انده نعم با تمام بعضی وصفایی که قرآن انده اومده گم وصفاش چنده تورات انده اومد اذن این چیه از ما طلب میکرد این نصوص و این چیزا همش طلب میکرد که یعنی باید که سیرت این نعم رسول نعم خاتم النبیین رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم سیرتش یعنی نعم حیاتش نعم جای همه چیزی که رسول صلی الله علیه وسلم تعلق بدهگه باید که چه به تفصیل تعلیم گیره حقیقتا یعنی امام آجوری رحمه الله چه گفت یعنی عیب گفت من العیب گفت یعنی نقصان از عیب که یعنی چه باید طالب علم یعنی خاصتا از اهل حدیث میگوید خودشه درباره رسول صلی الله علیه وسلم یگان چیز نمیدوند یگان چیز چه نمیدوند یعنی باید که رسول صلی الله علیه و آله و سلم تمام به این تفصیلاتش یعنی چه دونه برای که یکی از اصول چوی سیگانه نعم یعنی شناختن الله تعالی و شناختن دین اسلام و نعم معرفتی که رسول صلی الله علیه و سلم برای که تو از این چیز قبرتندش پرسیده میشی یعنی باید که این چیزای بدلیلش دونی اگر اعوذ بالله منه که از این چیزا محروم این چیزای نمیدوند وای نعم حال وای به چی میگود یعنی همین میگود که کنتو اقول ما یقوله الناس هم خیلی میگود یعنی مرتاب یا که منافق یا که چی باشد یعنی میگه که مردم چیزی میگفتم منم همراه همینا چی همین چیزا میگفتم یعنی این چیز چیکار کرد یعنی کفایگی نکرد حقش بدید برای همین یعنی چه وقتی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت که یعنی چه لا یؤمن احدکم حتی اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین حتی من نفسه گفت یعنی باید که رسول صلی الله علیه و سلم محبوب از خدا و پدر و مادر و فرزند و از همه چیز محبوب تر شد همین چیزای دوریم سونی مثلا میبینیم چه حیات رسول صلی الله علیه و سلم دیگه چه نمیدونیم اون چیزا یعنی نمیدونیم این عیب و اعوذ بالله مستقبلا چه این آدم به یعنی خود مرده موند مثلا قبرنده سوال میشد از این چیزای ندونه چی جواب میدی وای حال تو بیان این حالت هم بیان چی گفتیم یعنی ضروری که یعنی طالب علم یعنی خاصتا اهل حدیث محدث این چیزای چیکار کند یعنی اهل حدیث دیگه آدم این چیزای به تفصیل یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی از حیاتش چی کند یعنی نعم یعنی چی یا بعد یعنی ادراک کند یعنی معرفت تام داشته باشد یعنی فهمید نه اذن یعنی چی گفتیم یعنی الان به اكون وقتی که چی اومدیم حیات رسول صلی الله علیه و آله و سلم عموما یعنی وقتی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود نعم او درباره تدوین سنت کمتر گویم اگر رسول صلی الله علیه و آله و سلم حدیث مسلمان اومده که چه میگه که لا تكتبوا عني الا القرآن فقط چی می نویسن قرآن وحی می نویسن حدیثای نمی نویسن برای چی تو که یعنی قرآن و حدیث چی آمیخته نشود ارلاش نشود یعنی فهمید انا بعد از چی شدن سنت برای آنکه یعنی سنت چی بود محفوظ بود صحابه ها از یاد میدونستن همه چیز انا میخل یعنی چی شدن یعنی بعد از وفات رسول صلی الله علیه و آله و سلم یک دیگر به چی میکردن یعنی میرسوندن یعنی صحابه ها
همین چیزهایی که درباره حیات رسول صلی الله علیه و آله و سلم، چه خیلی رسول صلی الله علیه و سلم دیدن، چه خیلی همه تفصیل‌های چی به شاگردای خودشون که ها به تابعین ها به مثلا چی میگذراندن، نه کبار تابعین به کبار تابعین سونه چی به وسطا من تابع انا خیلی یعنی چی به یعنی کابرن نم کابر چی شد یعنی علم رسیده می اومد یعنی نمی نویستن حتی که یعنی چی شد یعنی قریب یعنی نم چیز این چیزا همش محفوظ بود، همیشه چی از یاد میکردن، یعنی بعضی ورق خوب می نویسن چیز، لیکن یک جا به جمع شدن نبودین خیلی چیز. حتی که زمانی که اومد نم یعنی می نویستن، یعنی این معنیش نبود که یعنی مننده نم نویستن، یعنی به ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگفت که یگان کس از من بسیار حدیث نمیدند الا عبدالله بن عمرو بن عاص. لماذا؟ لانه كان يكتب وما كنت اكتب. یعنی عبدالله بن عمرو می نویست، من نمی نویستم. دید می نویستن، یعنی بعضی چیزهای جمع میکردن. و کذالک حجت الوداع رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که بیان کرد خطبه طویل خطبه دراز گفت، سونه چی یکی از آدم هایی که یمنی بود چی گفت یعنی نم ابو شاه گفت که یعنی چی من بنویسید، رسول صلی الله علیه و سلم نویسید. علم خیر سونه همین چی شد یعنی سال 99 هجری بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلم، قریب بعد از 80 سال 85 سال خلافه نم امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم ابن امیه ابن عبد الشمس ابن عبد المناف رحمه الله نم رحمت الله علیه هند اومدگنده چی فکر کرد، یعنی همین آدم خلیفه چی استخاره چی همین مسئله چی فکر کرد، چیزه حدیثای رسول صلی الله علیه و سلم یک موسوعه به چی کردن جمع کردن، موسوعه به چی جمع کردن چی کرد، یعنی از پی همین کار شد. حتی مثلا جا یقال انه استخار الله عز وجل 40 لیلة 40 شب و 40 روز استخاره میخوند. نعم يستخير الخالق و يستشير المخلوق. الله تعالی استخاره خوند و با علماء اهل حدیث نعم یعنی با وقتان صحابه ها یعنی نعم مثل ابو طفیل و کبار تابعین و اوساط تابعین که چه بسیار بعد از که مثلا مصلحت و مشورت کرد همین به عزم کرد که چه سنت باید که چه مثل قرآن جمع کرده شود. همین اند سنت که به والی یعنی قاضی مفتی و قاضی مدینه ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رحمه الله. نعم ابو بکر ابن محمد ابن نعم ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بچه امر کرد که یعنی چه سنت های بدگه جمع کرد. یعنی شیخ امام مالک نام ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم که شیخ امام مالک بچه امر کرد که سنت چه جمع کرد حدیث های بدگه تا. و كذلك دیگه اهل علم مثل نعم ابو الخطاب ابن شهاب محمد ابن مسلم نعم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن کلاب الزهری امام الزهری و امر شد. الزهری هم که مستشارهای امیر المؤمنین عمر رحمه الله بود. و كذلك حیبه بن شریح همین با امر شد که حدیثای امصارند تمام همین جایایی که هست همین حدیثایی که رسول صلی الله علیه و سلم صحابه ها از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن همین های چی جمع کنید که امر شد. یک کمی شد همین ها چی کردن یعنی موسوعه گفته یعنی چی کتاب ها به جمع کردن حدیثایی که از رسول صلی الله علیه و سلم اومده بود همین چی کردن یعنی کتاب ها به چی جمع کردن. انا میخواد سونه چی شد یعنی از زمان همین ها کتاب نوشتن چه سر شد. فهمیدید؟ یعنی کتاب می نویسن یعنی کتابای هم حدیثایی که بود چیکار میکردن یعنی می نویسن. فهمیدید؟ می نویسن. سونی زمان یعنی نام از كذلك مثلا چی شد یعنی دیگه اهل علم کم جمع بودن از لو پیش مثلا بعضی ها نویس کمتر چیزای نوشته بودن مثل عروه یعنی عروه مثلا از پیش چیز نوشته بود یعنی عموما چی نوشته بود سیره رسول صلی الله علیه و سلم. عروه بن زبیر سال 92 وفات کرده چه سیره رسول صلی الله علیه و سلم نوشته بود. عروه بن زبیر ابن العوام و كذلك ابان ابن عثمان ابن عفان نمی نه همه جاب خلاف اجرای فقهای سبعی مدینه ده بدگی ها و کتاب جنویس. وهب ابن منبه رحمه الله نعم وهب ابن منبه یمانی رحمه الله و کتاب جنویس سیره به نعم. لیکن کتاب اینا چی شد یعنی طبعا کتابا چی شد گم شد. کتابا در
حاضر زماننده چه کتابا نموندگی الا بعد نقول هایی که ائمه های تاریخ مثل ابن جریر طبری تاریخ امم و الملوک و بسیار چی میکند ذکر میکند از عروه و از ابان مثلا نه زمینا چی میکند ذکر میکند فهمید الا کتابی که موندگی میگم کتاب وحی موندگی نسخه شای میگن یعنی آلمانی انده یعنی نسخهش موندگی یک نسخه از این کتاب المکتبه آلمانی انده هست این کتاب یک نسخه و نام سونی مثلا بعد از اینا که اومد یعنی طبقه نام دویم اومد اینا از طبقه که عبارت طبقه یکمین چیه که موسی ابن عقبه نام یعنی اینا چی میکردن یعنی تمام مثلا چیزه یعنی هر چیزی که درباره رسول صلی الله علیه و سلم های همه چیزه چی جمع میکردن یعنی همه چیزه چی جمع میکردن یعنی بری آیه ترتیب مثلا چیزی که اومدگی یعنی رسول صلی الله علیه و سلم داخل دیگه چیزا چی جمع میکردن مثل موسی ابن عقبه و مثل معمر ابن راشد و جمع میکردن فهمید یکمین آدمی که یعنی سیره حیات رسول صلی الله علیه و سلم یعنی به ترتیب جمع کرد به ترتیب جمع کرد اینکه ابو عبدالله محمد ابن یسار محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی المدنی رحمه الله یکمین شده میکتاب حدیث سیره رسول صلی الله علیه و سلم چه جمع کرد یعنی طبعا این میگم که با اشاره منصور با اشاره که ابو جعفر منصور وقتی که ابو جعفر منصور به وقتی که میدارد قصرش به کیه میبیند بچهش میبیند بچه منصور مهدی یعنی بعد از منصور که خلیفه میشد مهدی بعد از مهدی سونه رشید میبید هارون رشید همیننده منصور میگوید که ابن اسحاق این آدم میشناسی میگوید که ها این ابن امیر المؤمنین یعنی فرزند امیر المؤمنین میگوید که اگر تونه میگوید همین آدم به میگوید کتاب نویس از روز آدم علیه السلام تا همین روز مایه سون ابن اسحاق میرد کتاب مینویسد از خلق آدم تا زمانشه یعنی قریب تا سال اکثر 50 هجری کتاب مینویسد یعنی تمام تاریخ یعنی تاریخ آدمیت بشریت یعنی از روز آدم و شیث و نوح و تمام انبیاء جمع میکرده سبحان الله یعنی این چیز نام یک آیات کرامات گفتم اینو میگید یعنی حاضر نام تاریخ هود علیه السلام 10 سال میشنه تموم کردن نمیتود یعنی سبحان الله از روز آدم علیه السلام تا زمانش چه کتاب بنویسد یعنی بخشید تصور کنید چه خیلی میشد الله اکبر مبارک برکه وقتی که منصور به میبیارد ابو جعفر المنصور به میبیارد کتاب کلام میگه که اکنون این کتاب چی که میگوید اختصار که میگوید یعنی خونده نمیتاده خونده نمیتاده همینه اختصار که میگوید همین به این کتاب اصلش چی باید خزانه چینده منصورنده موند کتاب اصل سونه اصل چیکار کرد ابن اسحاق رحمه الله اختصار کرد چی شد یعنی امروز ما میدونیم این کتاب چیه مغازه یا که سیره ابن اسحاق گفته کتاب مشهور شد یعنی فهمیدید سببش چی بود یعنی این کتاب یعنی علامه کته چی شد کتاب مشهور شد یعنی کتاب محمد ابن چی شد یعنی محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی یعنی این آدم کتابش چی شد یعنی سال اکثر 52 گفته وفات کرده اکثر 52 من چی کرده این کتاب یعنی کتاب همین چی شد یعنی عمده شد این بابنده غیر از این دیگر ها یعنی که واقع دوی مثلا دیگر فهمدید یعنی لیکن کتاب ابن اسحاق یعنی چی به مسئله مغازی بسه تاریخ بیانه فهمدید سیره تاریخ حیات رسول صلی الله علیه و آله و سلم همه چیزهایی که من حیات رسول صلی الله علیه و سلم تاریخ علیه السلام به تعلق دارد کتابش چی شد یعنی عمده شد یعنی چی شد استون شد هم بیان ابن اسحاق نزد علمانده به چی مشهور امام فی ماذا فی المغازی یعنی فن خودشانده چی بود امام بود همین به مسئله همه چیزنده که به ابن اسحاق میگشتن مسائل چیزنده مسائل نسب های سیره های تاریخ های این چیز بیانه که بود ابن اسحاق
عمده یک استون بود یعنی. طبعا این کتاب کلان، کتاب مثلا جای با اسناد آورگی، کتاب یعنی بسیار چیزای ذکر کردگی یعنی، فهمدید؟ نعم. و اصلا بعد از اینا چی شد یعنی دیگه طبقه علماهای مثلا چی تاریخ سیره اومدن، یعنی مثل که ها اینا، مثل الواقدی و مثلا دیگر ها. و کی اومد سونه بعد از اینا؟ بعد از اینا سونه صاحب ما، امام ما، مصنف ما که ابن هشام رحمه الله. کی اومد یعنی بعد از اینا کی اومد؟ ابو محمد عبدالملک ابن هشام ابن ایوب. ابو محمد، نعم، ابو محمد عبدالملک ابن هشام ابن ایوب، نعم، ابن ایوب. نعم. قیل یعنی زهلی گفتن، زهلی یعنی از بنی که میشد عدنان. قیل یعنی چه حمیری، لیکن راجح ترش از بنی حمیر یعنی از یمن بود. برای همین کتابش همین چی تعیین میشن دیگه. یعنی از کتابی چی دارد یعنی قصائد حمیریه دارد، ملوک حمیر دارد. نعم. همینجا به مثلا تعیین میشد که چی دارد یعنی، نعم، همین که کتابای القصائد الحمیریه یوسونه من اخبار یمن یوسونه. نعم. كذلك التیجان فی ملوکی، نعم، حمیر. همین کتاباش به چی میشد یعنی بیان میکند که چی از بنی از حمیر بود، حمیری معفری بود یعنی رحمه الله. نعم. و ابن هشام رحمه الله یعنی چه دو قوله، 213 یا 218 وفات کردگی. سال چند؟ 213 یا که 218 وفات کردگی. و ابن هشام رحمه الله ابو محمد عبدالملک ابن هشام ابن ایوب، نعم، رحمه الله یعنی چه بود یعنی این فقیه، ادیب، نحوی، صاحب البلاغه، صاحب اشعار و مؤرخ صاحب اخبار، یعنی چی بود یعنی اخباری بود. فهمید؟ همین بیانیه وقتی که اصلش بصره بود، عراق بود، وقتی مصر به میبیاد مصرند به کی و میخورد؟ به همراهی امام شافعی رحمه الله و میخورد. چون چی یعنی بسیار شعرها یکدیگر ذکر میکنن. عموما یعنی چی ثقه یعنی چی میشد یعنی ثقتون ثبت یعنی بابش بیانیه ابن هشام رحمه الله. یعنی جنده چی یعنی ابن هشام، طبعا ابن هشام رحمه الله، نعم، ابن هشام ابن اسحاق ندیدگی، ندیدگی ابن اسحاق چه ندیدگی، لیکن از که روایت میکند غالب سیره از که روایت میکند از شیخش. نعم. کی گفتیم شیخش؟ نعم، شیخش البکایی گفتیم یعنی زیاد ابو محمد زیاد ابن عبدالله البکایی رحمه الله. زیاد ابن عبدالله البکایی هذا ثقه، این آدم هم چی بود؟ ثقه بود. كذلك یعنی چی یعنی امام صاحب یعنی قصه فن مغازی سیره تاریخ با خاصتا یعنی چی میشه؟ ثبت حجه فی ابن اسحاق، یعنی بلکه راویه‌ای که بود یعنی صیغه مبالغه، راویه‌ای که بود ابن اسحاق بود رحمه الله. همین به ایدن مغازی مباشرتا از کی میگیرد؟ از یک شخص میگیرد. از کی؟ از بواسطه یعنی که از زیاد ابن عبدالله البکایی از ابن اسحاق میگیرد مباشرتا. فهمید؟ برای همین این کتاب ابن هشام چه شد یعنی سیره ابن هشام یک کتاب چه شد یعنی معتبر، کتاب عمده شده خیلی یعنی. همین به این کتاب مشهور بین اهل علم یعنی السیره نبویه میگن، یا که سیرت ابن هشام گفته چه شدگی نام گرفتگی، به همین کتاب یا به همین نام چه شدگی مشهور شدگی. همین به بسیار اهل علم مثلا چیکار کردن یعنی همین کتاب حولش به چیکار کردن، جمع شدن حول همین کتاب. کی این کتاب شرح کرد، کی اختصار کرد، کی حتی منظومه کردن کتاب. بعض اهل علم یعنی 10,000 زاید مثلا چی نوشت یعنی بیتند کتاب ابن هشام به منظومه آورد یعنی. نام بعضی هاشون چی شرح کردن مثل السهیلی و كذلك العینی، العینی و سهیلی کتاب چیکار کردن شرح کردن کتاب سیره ابن هشام. و بعد مثلا دیمیری بود یا دومینی کتاب چی کرد اختصار کرد. و دیگر ها اومدند چیکار کردن کتاب منظومه، یعنی کتاب به شکل چی منظومه یعنی شعری 10,000 زاید بیت چیکار کردن یعنی کتاب به همین شعر به گردوندن. این همش چی دلالت میکند اهمیت کتاب نزدیک به علماها بیانه. همه یعنی این کتاب یکی از کتاب‌های چی شد یعنی عمده، یعنی استون چی به مسئله چی به فن سیره نبی صلی الله علیه و آله و سلم به
نعم همین با اجازه مثلا ببینیم یکم مباشرتاً چه سر کنیم یعنی نعم یعنی نعم نعم منهج ابن هشام رحمه الله کتابش عنده میگوید که ابن هشام و انا ان شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر اسماعیل ابن ابراهیم علیهما الصلاة والسلام. گفتم که یعنی چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم داخل بدگی چیزایی میبیارد. رسول صلی الله علیه و سلم ان نسل کی؟ ان نسل اسماعیل ایشان. همین به یعنی ذکر اسماعیل به کمتر چی تطرق میکنه، چی بسیار کمتر چی میکنه، یعنی چی که یکم چی میگه یعنی کتاب از چی عبارت، یعنی ها کتاب حاضر این کتابنده آدمی که این کتاب میخونه چی چیزا میخونه یکم یعنی درباره چی گپ میزد درباره اسماعیل علیه السلام، اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام. سونه دویمش و من ولد رسول الله صلی الله علیه و ولده، سونه یعنی چی از اولادهای اسماعیل، ها اولادهای چی اسماعیل، فهمیدید اولادهای اسماعیل یعنی اسماعیل علیه السلام فرزندهای بسیار دارد، فرزندهای بسیار دارد. همین به ابن اسحاق همیشه بیان کرده از یعنی فرزندهاش از این فرزندش کذا تولدش دیگه اینش کذا تولدش دیگه اینش کذا، لیکن ابن هشام همه من حذف میکند. فهمیدید الا کی میموند یعنی همین که یعنی چیوای نسل رسول صلی الله علیه و سلم میرد یگونه من فرزندش ذکر میکرد، یعنی انا از همین چی که نام یعنی اسماعیل ذکر میکند سونی چیوای فرزند اسماعیل که کی میشد و جد بابا اصل رسول صلی الله علیه و آله و سلم میشد. انا میخوام سونی چیوای و اولادهم لاصلابهم الاول فالاول، سونی انا میخوام چیوای اولادهایی که وای فرزند اسماعیل میخوام چیوای با اولادش با اولاد حتی که میبیارد رسول صلی الله علیه و سلم میخوام فرموده میبیاد، یعنی فهمیدید یعنی طرف راست و چپ نمیگردد. راست یعنی چیوای از همین از بابای رسول صلی الله علیه و سلم از اسماعیل سرکرده تو که میبیارد تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم میبیارد. نعم و ما یعرض من حدیثهم كذلك یعنی چیزهایی که مثلا واقعه شدگی درباره همنال درباره چی گپ میزد درباره یعنی قبیله های مثلا که یمنند شدگی واقعه ها از مثلا چی از تبع مثلا تبون ها مثلا یعنی ها وای های شدگی مثلا واقعه ها از قصه مثلا یثرب از چی یعنی تو وفات رسول صلی الله علیه و سلم بعد چی میکند یعنی مختصر گفته میگذارد یعنی تو که دونه مثلا چیزه تاریخ باید که دونه. اما چی گفت و تارک ذکر غیره من ولد اسماعیل علیه السلام علی هذه الجهه، دیگه اولادهای اسماعیل چیکار کردن میگه ترک کردن میگه، یعنی اما ابن اسحاق همیشه ذکر کرد به تفصیل یعنی للاختصار الى حدیث سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمید با كذلك چیکار کردن میگه یعنی چی خدمت یعنی همین به یعنی کتاب بسیار یعنی چی ابن هشام خدمت کرد کتاب ابن اسحاق به و تارك بعد ما ذكره ابن اسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلی الله علیه و سلم فيه ذکر، یعنی بسیار چیزهایی که ابن اسحاق ذکر میکند همین چیزهای ما میگه ترک کردم برای که یعنی چی وای بعض چیزهایی که رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم داخل نبیدگی چیزهایی چیکار کردم میگه ترک کردم میگه، یعنی چیزهایی که ولا نزل فيه من القرآن شيء یعنی چیزهایی که از قرآن مثلا دلیل نیست یا که سبب لشیء من هذا الكتاب یعنی یا که مثلا چی وای یعنی این کتاب اصلا علاقش نبیدگی چیزایی چیکار کردن ترک کردن ولا تفسیر له ولا شاهدا علیه، یعنی هیچ خل اذن یعنی چیزی که نه از نزدیک نه از دور علاقه نداشته باشد رسول صلی الله علیه و سلم به همیشه چیکار کردن میگه ترک کردن، همیشه چی ترک کردن میگه. یعنی نام ذکرت من الاختصار برای که مقصدی چی اختصار کردن کتابه. و كذلك اشعارا ذكرها لم ارى نام احد من اهل العلم بالشعر يعرفها، یعنی شعرهای کذا ابن هشام رحمه الله گفتم که این مثلا چی یعنی مو سهل یعنی آدم مثلا محدث و كذلك مثلا چی میبینیم که کتابان بسیار اینا که طبعا یعنی چی الکمال لله عز وجل كل يؤخذ من قوله و يرد، لیکن غالبا یعنی چی ابن اسحاق حتی نقد میکند یعنی حدیثنده که مثلا چی بعض شعرهایی که مثلا چی انتقاد میکند که یعنی چی این با اسناد نامدگی و كذلك این شعر اهل یعنی چی شعرا یعنی شاعرهای از نزد داشتند شناخته نشدگی برای همین چی میکنه شعرهای حذف میکند یعنی و اشیاء بعضها یشنع الحديث به انم یشنع الحديث به بعض چیزهایی که شناعت و اوور است یعنی حقیقتا یعنی حتی عقل به مثلا مناسب نمیاد این چیزایی چی ترک میکنه میگه و بعض یطوع بعض الناس ذکر و بعض چیزهایی که اصلا یعنی چی یعنی موافق نمیاد طبیعت انسان به و بعض لم يقر لنا البكاي بروايته بعض چیزهایی که حتی بکایی چیکار کرد یعنی ترک کرد، یعنی بعض چیزهایی چی ترک کرد.
نعم ومستقصن إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ رواية له والعلم بذلك. إذا همين دو چیزا يعني علم الرواية و دراية يعني همين با ابن اسحاق رحمه الله حرکت کرده چیزهای نعم حرکت کرده چیزهایی که ثابت شدگی چیزها نعم و كذلك چیزهای بعد بچی با علم بشرح يعني چی کتاب بیان میکنه. سونی حکم چی سر کرد يعني ذکر سرد نسب الزکی نعم طاهر زکی رسول صلى الله عليه وسلم زكي معناش چی پاک طاهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم که جواب برد الى آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني جنده يعني نعم يعني نسب رسول صلى الله عليه وسلم نعم نزد اهل علم متفق تو که جای میبید تو عدنانه تو که میبید يعني عدنانه میبید. انا از عدنان تو اسماعیل ما چه اختلافه و اسماعیل كذلك توكيه تو آدم عليه الصلاة والسلام. میگوید که نسب رسول صلی الله علیه وسلم این نسب تو یعنی عدنان باید که چی زیاد کنیم محمد ابن عبدالله یعنی اذن نام رسول صلی الله علیه وسلم محمد احمد و پدرش که بدست عبدالله پدرش که میشد عبدالله بابایش پدر عبدالله که عبدالمطلب و عبدالمطلب نامش چی بود یعنی شیبه بود شیبه بود برای که وقتی که کودک تولد شده بود موی سرشان بعضی چیا بود سفید بود یعنی بعضی مویهای چی سفید داشته بود یعنی انا از این جهت شیبه میگن میشه شیبه گذاشته بودن یعنی. اما برای چی یعنی مشهور عبدالمطلب شد وای برای چی همه وای عبدالمطلب گفته یعنی و علیکم السلام چی به وای همه عبدالمطلب میگفت برای اون که یعنی عبدالمطلب پدرش که وای هاشم هاشم لیکن حقیقت هاشم لقب لیکن نام حقیقیش چی بود عمرو بود عمرو اذن الملقب به هاشم چیکار میکرد یعنی این صاحبی چی بود یعنی صاحب مکه بود فهمدید یعنی والی مکه زمزم کعبه دستشان بود نعم فهمدید یعنی هاشم طبعا بچه که عبدالمناف نعم عبدالمناف كذلك این لقبش نام اساسش المغیره. اذن مغیره عبدالمناف دو فرزند دارد یعنی از چند فرزند دارد یکی از فرزنداش نامش که میشد یعنی عمر ملقب لقبش هاشم دویمش المطلب فهمدید هاشم یعنی نعم عمر به چی مشغول بود تجارت از مکه شام به بصره برفته تجارت میکرد زنش از اهل مدینه بود زنش که میشد یعنی مادری شیبه عبدالمطلب یعنی اوچه رسول صلی الله علیه وسلم میشد. وقتی که بصره به سفر کرده بود زنش چی بود حامله دار بود زنش مدینه به میموند فهمدید خودش بصره به سفر میکند سفر کرد ساده راهنده میمورد مرگ میبیاد میمورد خلاص به همین یعنی ایدن کارهای مکه دستی برادرش رو میگذاره برادرش که گفتیم نامش مطلب هاشم مرد که المطلب یعنی چی میشد متولی یعنی چی میشد یعنی کارهای کعبه میشد کعبه یعنی زمزم این چیزا چی باید دستی که به میگذارد مطلب به میگذارد. سونه خبر میبیاد که مدینند که دیدن یکی از کودک‌های یعنی عربا بچه مشهور بودن با قیافه یعنی میبینند میگن که یعنی فلان میگن فلان بچه فلان میگن یعنی با همین چیز مشهور بودن یعنی میبینید میگن که ما مدینند یعنی یک کودکی رو دیدیم که اکید وای از شما نسلاتون از نسل و نسب شما ها سونه یادی که به مطلب اومد که چه برادرش به زنش حامله دار بود یادش به جیانش اومد مباشرتا یعنی چی به مدینه به یثرب به وقتنده سفر کردن وقتی که اومدن مدینه به وقتی که اومدن اخوال یعنی تقواهای شیبه ما نمیتیم گفتن کودک ما لیکن قریشی ها به الله تعالی چی دادگی فهم و حکمت و بلاغت دادگی گفتن که ما کودک شما خیر کودک شما جن شما ها لیکن شما چی میخواهید اکید که خیر میخواهید برای جنات شما نمیخواهید که کچی هم جناتون یعنی چی شود والی مکه یعنی صاحب زمزم صاحب کعبه شود یعنی
طبعا این به راضی هم کی راضی نمیشد این به مباشرتا راضی شدن گفتن خیر باشد بار کنید شطور ها شطور به انداختند و چی کردن مکه به آوردن راه دراز شطور چنگ غبار وقتی که مکه وای کودک مایده ولی کودک مایده همه جا شفراز چنگ غبار همه جا اهل مکه دیدند و چی گفتن مطلب خودش به غلام خریده غلام چی میشه عربی به عبد مطلب شد از همین روز عبارتن عبدالمطلب گفته لقب گرفتیم کودک و اما نام اساسیش چی بود گفتیم یعنی شیبه حال تفصیلاش میبیاد ان شاء الله چیزا سون چخیل مثلا یعنی چی بعد از که نام مطلب مردن چخیل یعنی بیناشون اختلاف میشه چی میشه این چیزا همیشه میبیاریم ولی اذا یعنی چی بود است نامش شیبه نام پدرش لقب هاشم چی گفتیم لقبش اما نام اصلش چی وای عمرو ابن عبدالمناف هم این چی میشه یعنی لقبش نامش المغیره و مغیره نام عبدالمناف ابن قصی نام ابن چی قصی هم چی وای لقب نامش زید نام قصی چی میشه یعنی زید ابن کلاب ابن چی کلاب نام ابن کلاب یعنی کلاب جمع کلب ها سگ کلاب سگ ها هم به وقتی که پرسیدن که شما برای چی میخیل فرزنداتون به همین نام های همین خیلی میمونید یعنی سگ شیر پلنگ حیوان نامش بدید ها غلام هاتون نام های خوش رو میمونیدون یعنی ها شما چی میمونید یعنی نام های چی میمونید یعنی خوش رو میمونید گفته بودن که برای که ما فرزند ها مایه ضد دشمن ها به تیار میکنیم فرزند ها فقط جنگنده جنگ با کی میکند با دشمن فقط ضد دشمننده و یا فقط سب جنگنده غلام ها برای کی برای ما خدمتنده ها نزد مونده یعنی باید که فقط نام خوشرو باشه اما وای دشمن به میفرستیم دشمن نه فقط از خودش حتی که آن نام هاش ترسد یعنی ها یعنی گوید که مثلا چی وای ها یعنی چه حیبت به میاندازه اصلا بدن چی گفتم خیلی میکردم کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فهر علمین فهر با اومده چی میشد یعنی فهرنده چی میشد یعنی نام همین جنده یعنی چی وای جامعی نام یعنی چی وای جماع قریش که به میشد فهر به میشد یعنی فهر یعنی جماع قریش یعنی جمع کننده مجمع قریش یعنی که جنده میشد فهرنده میشد از فهر دیدت ایدان هم ممنوع بنی غالب بنی لؤی بنی کعب بنی مره بنی کلاب بنی قصی بنی عبدالمناف بنی هاشم بنی عبدالمطلب اینا همش قریشی ها لیکن فهر پدرش که مالک لیکن مالک به قریش گفته نمیشه فهمیدید برای همین اینا چی بودن یعنی قریش یعنی فهر برای که چیکار کرد یعنی فهر با اومدگی تمام یعنی قبیله قریشیت یعنی همین چی های یعنی از از اولاد عدنان اومدگی های همه چی جمع کرد حتی که روز جمعه چی داشت یعنی مجلس داشت هر روز جمعه شده یعنی اولادای عدنان جمع کرده و یا چی میکرد یعنی خطبه میکرد یعنی خطبه میکرد یعنی یک یادرس میکرد مثلا دین ابراهیم دین اسماعیل گپ میزد یعنی فهم فهمدید علمیننده یعنی چی میگفتن همین به یعنی وقتی که جمع کرد یعنی چی شد یعنی قریش یعنی چی شدن جمع شدن یعنی قریش معنای چی میتید یعنی جمع شدن معناش میتید یعنی فهمدید معنای چی میتید معنای جمع شدن یا که دیگه چی گفتیم یعنی تصغیر قرش گفتیم علی کل ایدان چی میشد یعنی فهر چی میشد یعنی همین چی میشد یعنی جماع قریش یعنی جامع جمع کننده قریشی ها چی میشد یعنی فهر میشد همین به عشر مبشرین بالجنه همش چی قریشی ها از همه دورترین که ابو عبیده من الجراح الفهری یعنی فهری میگیم یعنی چی میشد یعنی فهر بمیرد نه دون فهر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه ابن خزیمه نه که یعنی کنانه ابن مدرکه یعنی کنانه که به میگردد لقب چی نسبی خزیمه به میگردد خزیمه به شما اونده نیست یعنی خزیمه اضافه کنید کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه نام طبعا مدرکه نامش عامر نام مدرکه نامش عامر ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان انا تو همینجا الان تو عدنان یعنی باید که چی ازیاد کنید تو همین نسبه الان تو عدنان یعنی چی به همین
سیاق یعنی باید که چی زیاد کرد. انا کن بعد از این سونی جنده آورد که ابن اوت آورد، یعنی چی میگن ابن اوت یا که با چی با تفکیک با ادغام هم میگوند با علیکم السلام با ادغام هم میگوند و با چی هم میگوند با تفکیک هم میگوند اد یا ادت اد یا که ادت. ابن مقوم ابن ناحور ابن تیراح ابن یعروب ابن نه سونی تا اسماعیل ذکر کرد، سونی ایسن تا که نوح ذکر کرد، تا سونی آدم ذکر کرد. طبعا این چیز یعنی چی؟ این چیز به یک دلیل صریح نه، اینما اقوال یعنی چی؟ بعد اهل علم بعد یعنی از همه پیش شدگی یعنی چی آورد جنده قول قتاده آورد. قول قتاده طبعا کمتر چی و قول ابن اسحاق به خلاف میکند. دیدید یعنی از اسماعیل بالا، طبعا تا اسماعیل اختلاف نیست گفتیم که اسماعیل ابن ابراهیم ابن تاریخ ابن آذر ابن ناحور ابن یعنی چی ابن اسحاق چی گفت یعنی ابن ساروغ گفت یعنی ساروغ. این قتاده روایت چند چوی اسرغ نعم اسرغ. وكذلك رواية ابن اسحاق عند راعو، اما رواية قتادة عند چوي ارغو نعم. كذلك عابر چه نه غين این چیز دوی مشان ارغو نعم نه قتادة، لكن ابن اسحاق راعو يا عين كتي لكن قتادة ارغو يعني شو من عين عجيب جدا ارغو. سوني كذلك يعني رواية قتادة كي اومدگی عابر اومدگی، اما رواية ابن اسحاق عندك وای عیبر. على كل كذلك يعني جند اختلاف بين ابن اسحاق وقتادة. ابن اسحاق عنده محليل اومدگی و قتادة عندك وای مهلائیل با کسر میم مهلائیل اومدگی. كذلك يعني قتادة عندك اومدگی قاین اومدگی قاین فاعل، اما چنده چی اومدگی یعنی این ابن اسحاق عنده قاینان اومدگی. و كذلك ابن قتادة نام انواش اومدگی، اوای کنده چی ابن اسحاق عنده یانش اومدگی نام انوش یا که چی وای یانش اومدگی نه. علمی مثلا چی وای الشاهد ما بیان چی بدگی یعنی چیز مهم چیز تو جای تو عدنان اختلاف نیست یعنی فهمید. نسب رسول صلی الله علیه و سلم تو عدنان همین خیلی میراد، یعنی همه باباهاش یعنی چی بدن همین بیان نسب رسول صلی الله علیه و سلم اشرف ترین شریف ترین. چی گفت ابن اسحاق رحمه الله النسب الزکی پاک ترین نام شرفناک ترین نسب رسول صلی الله علیه و آله و سلم. جاءنا نبی نعرف نسبه نام نسبش یعنی معروف بود. جعفر نام جعفر طیار رضی الله تعالی عنه وقتی که نزد نجاشی بود چه گفت یعنی جاءنا نبی نعم جاءنا نبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام نعرف ماذا نسبه يعني نسبش منه. اذا نسبش چه معروف بود صحابه ها على مثل نسبش تو مویه چی اومد که چی تو عدنان اومد یعنی. سون اینجا كذلك يعني چه ذکر کرد نسب اسماعیل علیه الصلاة والسلام نعم فرزندهای اسماعیل یعنی مختصر هم خیلی گفته گذشته یعنی هم فرزندهای اسماعیل یعنی من نام 12 تا فرزنده یعنی که گفت اینجا نام فرزندی که اسماعیل علیه السلام فرزنداش یعنی نام یعنی نام یعنی اینجا چی اومد یعنی چنده نبیت اومد یعنی از نسل رسول صلی الله علیه و سلم نبیت هم اینجا چی گفت 12 چی داشت فرزند داشت 12 فرزند داشت. یکمش چی گفت نبیت گفت. ابن اسحاق یعنی ترکیز یرکزو علی من علی نبیت همین نابیت به چی ترکیز میکند. اما موندگی مثلا چه اکبرهم یعنی از همه کلانترینش چی بود نبیت یعنی همین چی اصلی رسول صلی الله علیه و سلم همین باباش به میگرده. این نبیت از همه فرزند کلانش بود. تو دیگراش اما قیدر و ازبول و منشأ و مسمع و ماشی و دم و عذر و طیما و یطورا و نبیش و قیدما اینا مثلا چی طبعا چی بود یعنی نه یعنی مادرشون که رعله بنت مضاف بن عمرو الجرهومی. جرهم نام جرهم معروف مشهور جمهور یعنی که ابن قحطان به میگردن. فهمدید اینا چی به میگردن قحطان به میگردن یعنی قحطان یعنی که میشد یعنی این از که از
حمير. نعم. أبو اليمن كلها وإليه ويجتمع نسبها ابن عبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن ثام ابن نوح. إذن جرهم يعني كي بمقردات قحطان با يعني عرب ها كيان يعني بنو عدنانيان وبنو قحطانيان. فهمت؟ بنو كيان قحطانيان وبنو كي هستان يعني نعم بنو قحطانيان وبنو عدنان هستان. إذن يعني نعم پدرشون که بمیگردد اسماعیل به، اما طرف مادر که بمیگردن جرهم بمیگردن. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.